من طالب و برنا مادری 7 فرزند 7 دختر دارم. 6 دختری من در همین جمهوری تاجیکستان زندگی به سر کراسیان. زندگی آسودگی سیری پوری یگان طرفی کمچلیکی نی همه طرفش نست. یک دختر کم دختری که همه زیبایی دختری که نغزم من به آبیتو شهرت جان به شوهر برآوردم. شهرت جان روسیه برفت و همین حزبی نسلت اسلام و به کدام راه برد و بچه سرنادان و پانادان کرد. من زنش پیش وی به نزدی وی به شهری روسیه بفرستاندم مسکو. به فرزندی من نزد شوهرش برای کار کردن رفت. من فقط میپرسیدم که چی حال داریتان؟ ما حالی نغز داریم، زندگی هم خوب میگفت. بعدی همین یک 7 ماه 8 ماه و مهان علاقه کنده شد. من زیق شدم، بیمار شدم، 4 طرف دویدم، اس نپرسیدم، هیچ جا نیافتم. یک روز شدم که همی با خبر اومد، زنگ تلفنی شد و جا مهان همینجا به سیریه با اومدیم، مهان کار با اومدیم گفت. من اکو فهمم که و یا همی خیلی دستی همین تروریستای نسلت اسلام به غلطی بوده است. من از همه خواهش میکنم که فرزنداتون درست تربیه کنیتون. هیچ که الهیم همین روزایی نبینه. حاضر فرزندم 2 بچه کش کتی نه بچهش حاضر دستی دیگر و یا با ترمه به غلطی دیگه دخترچش کتی خودش شده است. من وقتی که کبیری آمده اینجا و مجلس گذراند من اشتراک کرده گفتم که چون بچه های بیگناهی مهانه همین راه ببردی از این راه گردان مهان مادر من تو همین چاقه من اشک میریزم. من دلم خون شدگی فرزندم دیدم میخواهم. مردم من از شما خواهش میکنم این راه به نرویتان، فرزندای نیک تربیه کنیتان. الهیم سری هیچ کی به نغلطت همین روزا کبیری به سوالای من جواب داده نتونسته بود. اونجا به فرزنداتون میبیاد هیچ کار نمیکند گفته بود. من اینه بینن چه خیلی روزای دیداسیان حاضر وای بس فرزندای مهون چه خیلی عذاب کشیدشتیان. من حقیقت گفتاسیم مردم گوش کنیتون. من حقیقت گفتاسیم این حقانی همین شدگی